دوستان، اینم جلسه آخر مینی دوره رایگان هست. ما اینجا میخوایم جمع‌بندی انجام بدیم و انشالله جمله دوم رو به شما آموزش بدیم. خب ببینید قرارمون کلا چی بود؟ داستان چی بود؟ داستان این بود که شما میتونید در عرضم به خدمت شما 2 هفته، خب روزی 2 ساعت، 2 هفته روزی 2 ساعت. زمان بذارید و این خط در واقع این فونت حالا عربی چین رو یاد بگیرید. خب 2 هفته روزی 2 ساعت واقعا خیلی کمه، یعنی در مقابل حالا خطوط دیگه که این مقدار زمان بیشتری میگیرن، شما تو 2 هفته روزی 2 ساعت میخواید کل این داستان رو یاد بگیرید. واقعا هم ارزشمنده، چون فونت عربی چین یه جورایی هم خطه هم فونته، یعنی به خط باز بیشتر شبیه تا فونت، یعنی خیلی جذابیت های بصری زیادی داره. خب این رو شما 2 هفته وقت میذارید، روزی 2 ساعت کامل تمرینش میکنید. خب بعد این 2 هفته رو که گذاشتید روزی 2 ساعت، بعدش این خط رو یاد میگیرید. این خط رو یاد میگیرید و بعدش شروع میکنید به یادگیری چی؟ یادگیری در واقع ساخت پیج برای درآمدزایی. حالا مدل درآمد خودتون رو مشخص میکنید، اون بخشی که مربوط به شماست رو شما میبینید، ساخت پیج. پس چی شد؟ شما 2 هفته روزی 2 ساعت وقت میذارید، بعد ساخت پیج رو شروع میکنید، یادگیریش رو، و شروع میکنید پیج زدن و انشاءالله به اون درآمدی هم که مد نظرتون بود میرسید. روش خاص خودتون رو که توی جلسات دوم توضیح داده شد انتخاب میکنید. جلسه دوم حتما ببینید اگر ندیدید، خیلی جذاب و جالب بود. روش خودتون انتخاب میکنید، تولید محتوا، مخاطب خاصتون، همه اینها رو با پشتیبانی من جلو میرید و متوجه میشید که باید دقیقاً چی کار بکنید که با اون نتیجه انشالله برسید. پس اینها رو که انجام دادید، بعد میتونید درآمدتون رو افزایش بدید. چه شکلی؟ با ساخت پیج بیشتر، با عرضم به خدمت شما روش های جدید درآمدزایی از همون پیج، این یه مدلشه. همه این کارها رو میتونید انجام بدید و به نتایج خیلی خوبی برسید، درآمد خیلی خوبی برسید و یک درآمد کاملا جانبی که واقعا سخت نمیشه واسش مشخص کرد. اگر خوب فعالیت بکنید حداقل ماهی 15 میلیون. خب اگر واقعا خوب فعالیت بکنید و زمان انرژی بذارید و ارتقا پیدا میکنه، همینجوری بالاتر میره و شاید به درآمدهای خیلی بالاتر تا 50 میلیون تا 60 میلیون و اینها برسه. بستگی به اون زمانی داره که شما وقت میذارید و تولید محتوا میکنید و خلاصه انرژی میذارید دیگه. پس مدل کلی داستان مشخص شد. 2 هفته روزی 2 ساعت، بعدش یاد میگیرید ساخت پیج رو انجام بدید و بعد یه مدت فعالیت و تولید محتوای حرفه‌ای و مستمر به درآمد اولیه میرسید. این درآمد رو آروم آروم ارتقا میدید، بیشترش میکنید و حتی ممکنه به جایی برسه که اصلا اگر کاری الان شغلی دارید اون رو کنار بذارید و کلا تمام همت و وقتتون رو صرف اینها بکنید، چون ارزشش رو داره و میتونید حتی
پیشرفته تر هم کار بکنید. چه شکلی؟ با یادگیری خطهای جدید تولید محتواتون رو حرفه‌ای تر بکنید. مثلا فرض کنید شما خط مثلا بعدا نستعلیق رو هم یاد بگیرید و بتونید باهاش تولید محتوای خیلی زیبا داشته باشید. خط نستعلیق یا خط شکسته میتونید تولید محتوای بسیار قشنگ و زیبا داشته باشید و جذابیت کارتون رو بیشتر بکنید. اینا دیگه دست خودتونه، ارتقاش دست خودتونه، ولی برای شروع به همین خطی که دارید میبینید نیاز دارید و بیشتر از این هم اصلا نیازی ندارید، کافیه برای این پیج. حتی من راههایی رو به شما میگم توی بخش ساخت پیج که حتی اگر خطتون هم خوب نشده بود که میشه، که اصلا چون بالاخره پشتیبانی داره، خودم در کنارتون هستم، ولی حتی اگر نخواستید اصلا از این مسیرم چیز بکنید، راههای دیگه ای هم هست که شما تولید محتواتون رو انجام بدید و گیر این که حتما چیزی رو بنویسید نباشید. ولی من پیشنهاد نمی کنم، چون این مدل محتوا چون انسانی تره، واقعی تره، برای مخاطب خیلی جذاب تره. و مثلا میگم الان هیچ خطی، هیچ فونتی رو نمیتونید پیدا بکنید که توی اینترنت بتونه این شکلی فعلا بنویسه. فعلا نیومده. بله، با تغییر و فتوشاپ و یه سری ابزارهای خاص یه کارایی میکنن، ولی باز باید علم خط و خوشنویسی رو داشته باشید که بتونید این جذابیت رو ایجاد بکنید. این الان کنار هم قرار گرفتن اینا رو میگن ترکیب. خب ترکیب کار هر کسی نیست و نیاز به زمان و انرژی و حرفه‌ای شدن داره. شما وقتی حرفه‌ای بشید راحت میتونید از کنار هم گذاشتن کلمات یه ترکیب بسیار زیبا ایجاد بکنید. خب حالا کاری به این نداریم. پس 2 هفته روزی 2 ساعت بعد ساخت پیج، درآمد اولیه و بعد ارتقایش به همین صورت. اینها رو من به صورت کامل در دوره خوشنویس میلیونر بهتون توضیح میدم. این دوره الان کاملا بسته است، فعلا دسترسی هیچ کسی رو بهش وصل نمی کنیم و بستگی به خواست شما داره. اگر تعداد کسایی که کلمه خوشنویس رو توی پیوی بنده میفرستن از یه حدودی بیشتر باشه، ما ثبت نامش رو باز میکنیم، وگرنه بازم این کار رو انجام نخواهیم داد، چون این دوره بر من خیلی ارزشمنده و واقعا حاضر نیستم که عرضم به خدمت شما هر کسی درست نوشتم میلیونر، آره، و واقعا دوست ندارم هر کسی واردش بشه. دوست دارم افرادی که واقعا خیلی جدی هستن تو این زمینه واردش بشن و انشالله به نتایج خوب و جذاب خودشون برسن. پس این دوره اگر واقعا تمایل دارید که از این به نتیجه برسید و اون چیزهایی که بهتون گفتم بتونید به این درآمدها و درآمدهای خیلی بیشتر از اون کفش رو گفتم برسید، شما به دوره خوشنویس میلیونر نیاز دارید و اونجا دیگه کامل تمام این مسیرهایی که تاول براتون باز کردم رو اونجا آموزش میدم و دیگه شما کامل میتونید اینها رو یاد بگیرید. الان جلسه اول رو دیدید، شما تونستید یه خطی آموزش ببینید و بنویسیدش. من دیدم خیلی هم تمارین خوبی فرستاده بودید و همینه، داستان همینه، اصلا غیر از این نیست. الان هم دوباره یه خط دیگه هم بهتون آموزش بدم که ببینید میشه به همین راحتی خط رو یاد گرفت، شروع کرد تولید محتوا و درآمد رسوند و این نشدنی نیست اصلا. یعنی اصلا تو ذهنتون نیاد که نه وای خیلی سخته، من نمیتونم، من از پسش بر نمیام، من فلانم، من بسارم. از این چیزا همیشه تو ذهن همه هست، ولی نباید اجازه بدید. وقتی اینقدر استعداد دارید، وقتی تونستید یه جمله رو قشنگ بنویسید، اینم میتونید بنویسید. خب الان میریم سراغ جمله دومی که میخواستم بهتون آموزش بدم و اینجا الان میخوام کامل
اون رو آموزش بدم. میریم سراغ در واقع جمله دومی که میخوام بهتون آموزش بدم. جمله اینه: به جان میجویمت جانا کجایی. خب برای اینکه بتونیم این رو خوب بهتون آموزش بدیم یه سری مقدمات نیاز بدونید. ببینید شما یک زیردستی خوب برای خط حالت ضخامتش نیاز دارید. این زیردستی حالا خیلی هم معلوم نیست، زیردستی تقریبا سایز A5 کوچیکه و جمع و جور میتونید ازش استفاده بکنید و حالا به اون نتایجی که میخواید برسید. فقط اگر دیدید از اینا ندارید، بعضی چی بهش میگن، دفترهایی که توش تقویم و اینا داره، اسمش هم یادم رفته، اینایی که تقویم های بزرگی هست که جلدشون این مدلی چرمیه، یه ذره نرمه، اونام خوبه، مناسبه. اگر بازم هیچی نداشتید میتونید دستمال بذارید زیرش و این چیزی که میگم رو اجرا بکنید. برای ضخامت ایجاد کردن خودکار اگر بیک 1.6 باشه بهتره، ولی با خودکار کوچیکتر هم میشه، مشکلی نداره، ولی دیگه از 1 میل کوچیکتر نباشه. حتما 1 میل رو داشته باشید. بعد شروع بکنید به اجرای این حرکت. اول یه حرکت نازک، بعد یه حرکت متوسط، بعد یه حرکت ضخیم. اینا چه شکلی ایجاد میشه؟ با فشار دست. اینجا فشار دست کمه، 0 مثلا، اینجا 50، اینجا 100. خب ما به این سه تا نیاز داریم. حالا بریم ببینیم چی کار باید بکنیم. به جان میجویمت جانا کجایی. ببینید قسمت اولش که 0، اینجا میرسه تقریبا، عرضم به خدمت شما، 100. دوباره اینجا نازک میشه، دوباره اینجا یه 5 میگیره و تمام. این میشه حرف ب. این فشار دستی که من ایجاد کردم الان باعث میشه که این داستان اتفاق بیفته. جان یه حالت ابروتور داره، خب میاد به سمت عقب. این قسمت اولش به سمت پایینه، اینجا یه ضخامتی داره، دوباره میاد یه پله پایین، بعد صاف میشه. اینجا 100 میاد بالا تقریبا 50 تا این قسمت. باز من اینو دوباره می نویسم. بذارید من یه بار کامل اجراش بکنم بعد بهتون توضیح میدم. خب اینو اجرا کردم. آره ب رو که توضیح دادیم. جا دوباره توضیحش میدم. یه مقدار باید جمع و جورتر از پایین حرکت به سمت عقب داشته باشه. یه حالت این شکلی تا اینجا مستقیم، بعد اینجا یهو تغییر مسیر میده، صاف میشه. دوباره از همینجا پایین، یعنی یه پله این شکلی میشه، بعد جلو، بعد به الف متصل میشه. اینجا باید کامل رو به پایین باشه. خب توی نون قسمت اولش 50%، اینجا دوباره 0 میشه، اینجا 100 و این 100 دوباره نازک میشه به همین صورت. میم قسمت اولش به سمت پایین با یه حرکت شیبدار، اینجا نازک میشه، دوباره اینجا ضخیم میشه، اینجا دوباره نازک میشه، دوباره اینجا نازک، اینجا ضخیم، برمیگرده عقب، نازک، اینجا ضخیم و اینجا با یه حرکت 3 گوش تموم میشه. خب میاد زیر خط. میجویمت، باز ج همون حالت، یعنی هیچ تفاوتی نداره. میاد جلو. واو رو تو خالی می نویسیم، یه دور اینجا نازک، اینجا ضخیم، اینجا نازک، دوباره از اینجا که رد شد یه جمع و جور برمیگرده به سمت بالا. یمت یه قسمت اولش یه دور خیلی کمی داره، میاد پایین، اینجا ضخیم، دوباره نازک، اینجا ضخیم، دوباره نازک، اینجا ضخیم، یعنی همش در رفت آمد بین این دوتاست. اینجا نازک، ت رو این شکلی اجرا میکنیم و انتهاش رو خیلی نازک جمع میکنیم.
میجویمت. جانا دوباره جیم همون، هیچ چیزی نداره. نون رو یاد گرفتین، فقط اینجا میره به سمت جلو، اینجا نازک و الفش وصل میشه. جانا. کجایی. کجایی هم حالا یه ذره نزدیکین، خیلی بلند شد. با این حرکت شروع میکنیم، تقریبا 50%. برمیگردیم عقب کامل 100%. اینجا دوباره نازک، دوباره اینجا 100% جلو، نباید وصل بشه. اینو دوباره می نویسم چون بد شد. خب این تا اینجا. اینجا یه مقدار فقط بالا میاریم چون میخواد به جیم وصل بشه. جیم رو هم با همون الان جانایت نوشتیم، این همون اجرا میشه، میاد بالا. این قسمت اول نون بود، اینجا برای ای استفاده میشه. این حرکت رو اجرا میکنیم، برمیگردیم عقب، به این صورت برمیگردیم عقب. اینم میشه کجایی و تمام. تمریناتون رو برای من بفرستین برای اینکه بتونید اگر دوره خوشنویسی جونیور هم از یه تعدادی بالاتر بره، ما یه ظرفیت کمی برای ثبت نامش باز میکنیم و اگرم این تعداد نیاد، نه بازش نمیکنیم. ما در خدمتتون هستیم، منتظر تمریناتتون هم هستم.